دوستان عزیز، خیلی زیباست که خوش اومدید به ویدیو دیگه از چنل مستر رنجر. امروز اومدیم با فیفا 23 منچستر سیتی و پاریس سن ژرمن یوفا چمپیونز لیگ، فینال چمپیونز لیگ. جز بهترین بازی که کانال میخوام بذاریم میتونه باشه و همین دیگه. حسابتون نره، کامنت بذارید، لایک بکنید و شیر بکنید کلیپ برای دوستانتون تا ویدیومون وایرال بشه و بره بچینه. همین دیگه. دمتون گرم و let's go. Champions League final. Who's going to be crowned Club Kings of Europe? اینجا ما پاریس هستیم و It's PSG. پاریس و منچستر سیتی. And now the night everyone in the football world has been longing for. جک گریلیش باز میده به اشرف. بازی در اینجا شروع شده بود. سالی برای مانی چی؟ سالی برای جک گریلیش اینجا. اوکی. بازی گرافیک بسیار عالیه بود. دوستان تو میرسه فرار عالی میزن از اون صندوق. روش به دفاعمون میخوره و دو تیم چیز در ورزشگاه ایتالیا سان سیرو بازی میکنن. استادیوم اصلا جک گریلیش نمیتونه رد بشه از دفاعمون. دوباره جک گریلیش سالی برای هالوارز. نه یا اینجا گل بزن. حالا نه نمیتونم اینجا دروازه ولی رایگان شده که ارلینگ کلیان. برو دیگه کلیان. کلیان هم سیو کلیان هم دیگه در آوردیم. من میخوام بیا رئال و یه روز میکنه و رئال خبری نیست. حکیمی نمیتونه پیش بره. حکیمی اوکی. جک گریلیش هالند نمیتونه اینجا. هالند ویرجینیا فودن فیل فودن چقدر دفاعمون اینجا بد کار میکنه. وحشتناک بود این ضربه. بوکس بازی میکنی خواهم بدونم. مشکل داریم بیناموس. ما داریم زحمت میکشیم. مارکینیوش اونجا جام. ببینید یه باگ بسیار بد در یک زمان بد نتونست یه توپ رو بگیره. دوناروما گاردیولا این اشکال نداره و به بازی برگردیم. این 10 ثانیه‌ای حرکت زده. گل بعدی رو میریم بخوریم یا نه؟ میگیریم. اوکی. تیمی ساخته گاردیولا واقعی. اینا هالند میزنه. هالند دوناروما این گاردیولا دیگه میخواد تعویض انجام بده. جک پاس میده برای فودن. خود فودن ضربه‌شون داره خطرناک میزنه. وای چقدر ضربه خطرناک. خیلی خطرناک ضربه رو. فودن مارکینیوش چی شد الان؟ نیمه بعدمون شد؟ سن سیرو نیمه بعدمون شد.
سنسیرو بازی میکنن و بریم برای نیمه دوم و امیدواریم بازی رو برگردونیم که یوفا رو ببریم خونه. گیرم اینجا کلیان یاردوی عالی. گادنس چطوری این ضربش گل نشد؟ خیلی که من نمیشناسم، فقط کلیان و دمبله و ویتینیا رو میشناسم. دروازه‌بانشون هم بد نیست. هالند یه حمله زده. هالند ارلینگ جون مادره. ارلینگ پاس میده بیرون. گریلیش خطرناک بود. گریلیش خوب میگیره دوناروما. جایب عالی از فادن میفرسته رو دروازه. آفرین دوناروما میگیره. امباپه سرعت داره ولی خب من باش بلد نیستم زیاد کار کنم. اگرنه امباپه بد نیست، بدی از ماست. کوچیچ پاس داد به قرآن به واکر ساندروی در بود. ساندش بد بود. دوناروما میگیره تو پاس والی برای دمبله. اسب بخار پاس میده برای بد بود اینجا. یه پاس بسیار خوب برای هرناندز. اگه ببینه امباپه رو که میبینه امباپه بازی نمیکنه امروز. خطا واضح. اوه اینجا از اول شخص نشون داده. داور رو ببین کارت زرد میده هالندو. خطاش دیگه بازی به سیلوا رو میاره در دقیقه 81. 5 دقیقه بوده داشت. ببین همون زود گذشت. قیچی آجی خداییش نمیدونستم قیچی میزنه. شوت پر کردم همونجوری. بازی رو 1-1 میکنیم. باید بریم برای برد. بتونه فرار بکنه با که گوه بخوره چون میگه اونجا توش اونجا هرناندز بازیکن‌ها نمیشناسیم فقط میگیم بعد. حکیمی یه شوت از اونجا چه خبره؟ سانت کردم من چرا شوت زد. میریم برای سوت میریم برای اسکرت تایمش وقته چیزش اضافهش. امیدواریم که اینجا بتونیم گل رو بزنیم اگر باید بریم سراغ پنالتی ها. من خوشم نمیاد پنالتی بزنم چون خوب بلدم نیستم. راستی ساب دوستان فراموش نشه کامنت هم بذارید که بازی ولی چی باشه و آیا موافقید که ما از این ویدیو فیلم شورت هم بگیریم یا نه. پاس عالی اینجا برای ویتینیا نمیتونه اینجا بگیره بعد تو دست ادرسون میرسه. آفرین ادرسون. امباپه خوبم بلد نیستم باش کار کنم. کوواچیچ بعد شوتایی میزنه. هالند کورنر کیک میشه. مشکل داری بازیکن تازه وارد شو آورد. ابراهیم دوکو رو آورد گیرش رو بیرون آورد. سیلوا همونجا میزنه و توش به حالا نمیرسه. بریم برای نیمه دومش. ادرسون میگه با نیاد به پنالتی اینجا دهنم سرویسه.
هالند همونجا شوت میزنه. نه خود نه جان مادر نمیگیره. یه گلو برای ما دوناروما تو خریدیم. از همین افسوس فودن معلوم بود که دوناروما گلو خرید. درت برو دیگه. سالی برای این باخته همونجا شوت از همونجا کجا این باختار میزنه گلو. اولش باش بد کار کردیم ولی ببینیم که ترکونده بازی رو امباپه. آردو با پای چپ از کجای زمین. پشمام حاجی. مای گادنس گولی زد. دمش کرد یارو. کلیان امباپه در دقیقه 120 گلشو زد و بازی به پا میرسه. در دقیقه بزن سوله دیگه داور و سوتو میزنی و کی قهرمان میشه؟ آقایان سیتی باخت به چشماش میبینه مقابل امباپه. قهرمانی چمپیونز لیگ یوفا رو میبره به پاریس، میبره به خونه. دمشون گرم همین. خیلی دمتون گرم اینجا ویدیو همراه بودید و ما رو همراهی کردید. ویدیو جامشن ببینیم که کاپیتانشون کیه. هم مارکینیوش عوضی مشکل داری بیناموس. مارکینیوش که هیچ غلطی نکرد بالشون. ونوز پاریس سن ژرمن قهرمانی مثل پاریس سن ژرمن و کامنت و لایک فراموش نشه سابم بکنید اگه نکردید 100% ساب کردید و ویدیو رو شیر کنید تا ویدیوی بعدی هم از دستتون نده و همین دیگه. فعلا